در پس منظر خبرهای مثبت از مذاکرات صلح روسیه و اوکراین، قرب روبل نسبت به سامانی در تاجیکستان به طور چشمگیر بالا رفته روز 30 مارس در بیرجه تا به حد 155 سامانی برای 1000 روبل رسید. چون این جایش قرب روبل از زمان شروع حمله روسیه به اوکراین دیده نمیشد. بانک ملی تاجیکستان نیز قرب رسمی 1000 روبل را در حد 151 سامانی و 60 درم مقرر کرده است، ولی در بانک ها و در بازارهای سیاه نرخ روبل کمی پایین تر است. در بازارهای سیاه صرافان برای 1000 روبل 140 سامانی پیشنهاد میکنند. بانک اسخات نیز 1000 روبل را با قیمت 140 سامانی عوض میکند و با 146 سامانی میفروشد. همو قرب خریدش را 145 سامانی و نرخ فروشش را 148 سامانی برای 1000 روبل مقرر کرده است. نرخ خرید 1000 روبل در اوریون بانک 130 سامانی و در امانت بانک برای شخصان واقعی برابر قرب رسمی بانک ملی و برای شخصان حقوقی 144 سامانی گفته می شود. اقتصاددان ها چنین بالاروی قرب روبل را فرصت خوبی برای مهاجران تاجیک برای تبدیل پسندازهای روبلیشان به اسعار دیگر می شمارند. طی چند هفته به سبب خیلی پایین رفتن قرب روبل، مهاجران و نزدیکان آنها از تبدیل پولهای خود حدالامکان خودداری میکردند. یادآور میشویم که بعد آغاز حمله روسیه قرب روبل تا به حد 80-90 سامانی برای 1000 روبل افتاده بود. جایش قرب روبل هفته گذشته زمان شروع شد که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین امر داد که گاز روسیه را به کشورهای نادوست اساساً به اروپا با روبل بفروشند. کشورهای اروپا این تقاضا را رد کرده ایستادند، ولی اظهارات پوتین توانست قیمت روبل را خیلی راست کند و قرب دلار و یورو را برعکس پایین ببرد. دلار آمریکایی در تاجیکستان سنتاً یک اسعار از همه قابل اعتماد به شمار می رفت. روزهای آخر برعکس روبل دوره پرچالش را پس سر کرده ایستاده است. بر اساس مشاهده ها درباره احتمال خیلی پایین رفتن قرب دلار باعث شده است که ساکنان تاجیکستان تلاش دارند تا پسندازهای خود با دلار را با هر راهی به فروش بزنند و از پول آمریکایی خلاص شوند. ساکنان میگویند اگر پیش کار افتاده ها در بدر بانک ها دلار میکوفتند، حالا بانک ها از قبول دلار سرپیچی میکنند. این حالت تهلکه باعث افت قرب دلار در بازار گردید و حتی بانک ملی تاجیکستان هم مجبور شد که قرب رسمی دلار را از 13 سامانی برای 1 دلار تا به 12 سامانی و 96 درم پایین بیارد. ولی حالا قرب دلار در بانک ها چه خرید و چه فروش خیلی پایینتر از این قرب رسمی است. اسخات نرخ خرید دلار را 12 سامانی و 50 درم و فروشش را 12 سامانی و 70 درم مقرر کرده. همو 1 دلار و 12 سامانی و 20 درم میخرد و 12 سامانی و 50 درم میفروشد. امانت بانک نرخ خرید دلار را برای شخصان حقوقی 12 سامانی و 49 درم و فروشش را 12 سامانی و 85 درم تعیین کرده است. ولی اوریون بانک حالا 1 دلار را با نرخ همگی 12 سامانی میخرد.